اسرائیل نام دیگر حضرت یعقوب است و بنی اسرائیل یعنی فرزندان او که از 12 قبیله تشکیل می شدند. این خاندان ابتدا در کنعان زندگی می کردند. اما در زمان قحطی به خاطر داستان یوسف همگی به مصر رفتند. آنها بعد از سالها به بردگی فرعونها در آمدند تا اینکه حضرت موسی آنان را آزاد کرد و دوباره به کنعان بازگرداند. در آنجا 12 قبیله یک پادشاهی متحد ساختند، دوران داوود و سلیمان. بعد از سلیمان پادشاهی به 2 بخش تقسیم شد. شمالی اسرائیل 10 قبیله، جنوبی یهودا 2 قبیله. آشوری‌ها پادشاهی شمالی را نابود کردند و 10 قبیله پراکنده شدند. سپس بابلی‌ها یهودا را هم فتح کردند. اما بخشی از مردم بعدها به اورشلیم برگشتند و آن را بازسازی کردند. اسرائیل امروز ریشه نمادها و هویتش را از همین تاریخ می‌داند.